همین الان این عکس یک چک بانک ملت جلوی دستمه که دستمزد یه آخوند رو باهاش تسویه کردن. نوشته مبلغ 4,600,000 تومان، زیرش هم نوشته در وجه حاج آقا صادقی بابت اقامه نماز صبح و عشا. یه محاسبه ساده کنین میفهمین که حاج آقا بابت هر بار دلار راست شدنشون 20,000 تومان میره تو جیب عباش. اون وقت باز شماها بیاین هی بگین آخوند بودن که شغل نیست. دیدین حالا؟ سلام علیکم عقبی، ستاد اقامه نمازه. حاج آقا ما روحانی مسجدمون ریق رحمت ببخشید یعنی رحمت خدا تشریف بردن. تماس گرفتم که یه آخوند جدید یعنی یه روحانیت جدید واسمون بفرستین. بله رنگ عمامش؟ والا نه سیاسفیدش زیاد فرقی نمیکنه، توفیری نداره، فقط ممکنه یه دونه جوونشو بفرستین. بله 65 ساله عقبی، 65 سال که جوون نی. این تا برسه مسجد ما 2 روز بعدش ریق رحمت و یعنی رحمت ایزدی. بله بابا یه خرج کفن و دفنم میذاره رو دستمون که. آره 35 خوبه، 35 ساله خیلی خوبه. جان آکبنده 0 کیلومتر، عمامه مشکی متالی. خب این خیلی خوبه. قیمت چنده مزنه؟ بله چی؟ روکتی 55,000 تومان. نه خیلی گرونه، لاکچریه نمیصرفه. نه قربونه. ببین یه نگاه به این لیستت بنداز، این عمامه سفید کار کرده شاسی خورده، این بغلش هم خورده باشه مهم نیست. چیزی نری جون تو. ها روکتی 15. خوبه مناسب بود جمعونه. اینو واسه اون بسته بندی کنیم بفرستیم. البته دستون در نکنه، خدا قوت.